سلام علیکم عزیز، زنده سلامت و خانواده سلامت باشید و هر کجا باشین نگهبان خداوند باشد. سعادتمندی دنیا قسمت الله تعالی را همایون نصیب گردانیده باشد. آمین یا رب العالمین. یک روز پیغمبر محمد با همراه صحابه ها در مسجد نشسته بودند. پیغمبر محمد به صحابه گفتند که یک مرد می‌دراید، اون مرد از اهل جنت میباشد. وقتی اون مرد در آمد نماز خواند، پس از نماز عبدالله ابن عمر به مرد نزدیک شد، گفتند که من با پدرم گپ‌هایم گریخته است، ممکن است که در خانه‌شان چند روز مهمان شوم. استم بله. اومده ایستادن ملاحظه کردن که یگان کار الهی نمی‌کند، نمازهای تهجد نمی‌خواند، نمازهای الهی نمی‌خواند. با اومده پیغمبر سلام بپرسیدن عبدالله ابن عمر که این چه کار می‌کند، چه عمل دارد که اینکه شما گفته که از اهل جنت است؟ پیغمبر گفتند که یک کار اون می‌کند، شما کار نمی‌کنید. بعد بخشش گفتند که چه کار می‌کند؟ پیغمبر گفتند که آن همه را می‌بخشد. آن مرد همه را می‌بخشد. کسی که او را می‌رنجاند به انسان‌ها می‌گوید که به خاطر خداوند تو را بخشیدم. شب پیش از خواب رفتن به خداوند روز می‌کند، میگه که الله تعالی من به خاطر خدا کسی را که ندیدم این روز نیافتم آنها را بخشیدم. برای ما باید ببخشیم. کسی که ما رو میرنجاند یک سخت میگوید، ما میگیم که به خاطر الله تعالی اون آدم گم نمیزنیم، با اون آدم چقدر شده در تماس نیستیم، لیکن به خدا روز نیاز میکنیم، میگیم خداوند به خاطر خدا این بنده را بخشیدم. در نماز الله تعالی میداند که میگه که در حدیث پیغمبر محمد در حدیث صحیح که تو خداوند را همچون میپرست که تو او رو میبینی، اگر تو او رو نمیبینی پس تو رو میبیند. پس ما دعا میکنیم که من فلان بنده رو به خاطر تو بخشیدم، خدا میبخشد تو رو و اون بنده رو. چی بعد ستم داده باشد تو رو میبیند، ستمش رو تهمت کرده باشد تو رو، مثلا تهمت رو جزایش رو میگیرد، تو رو یگان دشنام داده باشد جزایش رو میگیرد، تو یگان سخنی قبیح گفته باشد میگیرد. برای که در سوره حجرات اومده است که کسی ذره نیکی کنه میبینه، کسی ذره بدی کنه میبینه. برای همین باید که به خاطر الله تعالی بخشید. این رو پیغمبر گفتن که از اهل جنت هستند. اهل جنت شدن کاری آسان نیست. ببینید میرنجونن من چقدر تهمت کردگیم، تو حاضر نمیشه هر کسی تهمت، لیکن آنها رو به خاطر خدا میبخشم و آنها رو رها میکنم، با آنها دیگه دوستی نمیکنم. کسانی که تهمت میکنن مثلا بنده رو، مثلا من از خودم بشم میگم، برای کسی که تهمت کرده است ما انسان رو دیگر در کجا میام سلام نمیگم، خب خیر باشه خب بگم سلام علیکم، روی طرف خلا رفتن میگم. به خاطر الله تو ببخشید و رهایشون دید. من نمیخوام میکنم. برای کسی که تهمت کرده است، بهتان کرده است، کسی که مرا چی میگن زوم کرده است، ستم کرده است، ما اون انسان رو به خاطر الله تعالی میبخشم، لیکن با اون انسان هیچ گونه دیگه روبرو شده نمیخوام، نمیشم روبرو. برای که اون رو به خاطر الله تعالی بخشیدم، فقط به خداوند ما رابطه‌ام رو مستحکم میکنم و به الله تعالی توکل کرده زندگیم رو بردم میگیرم. شما اینچونی کسی از شما رو، کسی که به شما ستم کرده است، ظلم کرده است، تهمت کرده است، بهتان کرده است، شما رو دشنام داده است، سخن قبیح گفته است، شما رو چی میگن زده است، مثل که میشه که شوهر زن رو میزند یا که پدر دختر رو میزند، ظلم است. اینم ببخشید، به خاطر الله تعالی ببخشید و رها کنید، رها کنید. بله من میخوام کسی که مرا میگن که تهمت چه کسی به سر من میاد، یکی تهمت و بهتان رو، من ظلم ستم رو من اون انسان دیگه دیدن نمیخوام. لیکن اگر دشنام داده باشه، سخنی قبیح بخش داشته باشد، من اون رو میبخشم، با اون انسان میتونم دوستی کنم. لیکن اگر که تهمت کرده باشد و بهتان کرده باشد، ستم و ظلم کرده باشد، من اون انسان رو میبخشم به خاطر الله تعالی که با اون انسان دیگه روبرو شدن نمیخوام. شما میخواید کنید بخشید به خاطر الله تعالی، بخشید و اون طرفش به خودتون خواهید با اون انسان روبرو شوید، نخواهید. لیکن من همین میکنم. برای اینکه تهمت کنندگان رو در آیات قرآن آمده است که وقتی که حضرت عایشه مادرم رو تهمت میکنند که آیات نازل میشد که تهمت کنندگانی که زنی ناپاک رو تهمت میکند که در لعنت الله تعالی گرفتار میشن. لعنت بود به نفرانی که زنی پاکدامان رو تهمت میکنند. آیات همین گونه آمده است در وصف مادرمون عایشه رضی الله عنها وقتی تهمت کردن. این آیات به همه مسلمان زنها تعلق دارد که کسی که زنی پاکدامان رو تهمت میکند به چیزی، با کدام کار، در لعنت الله تعالی گرفتار میشود. این وعده الله تعالی داره، غمگین نشید. کسی که ما رو تهمت میکنه که ما باید که خوشحال شویم، خوشبخت شویم که ما هم یگان رفتاری عایشه مادرمون داریم که ما رو تهمت میکنن. یک تا دویمش خوشحال شوید که الله تعالی اون بنده رو جزایش رو میدید، کسی که ما رو تهمت کرد و ستم کرد و ظلم کرد، ببخشید و رهاش کنید. خب جزایش رو الله تعالی میدید، کسی که ما رو تهمت کرد و ما رو ستم کرد و ظلم کرد. این وعده خداوند است در قرآن، در آیات تهمت نسبت مادرم عایشه را و نسبت عملی نیک در سوره زلزله هم است که ذره نیکی کنه میبینه، کسی ذره بدی کند انشاءالله که خواهد دید این وعده الله تعالی است. بله این دارم شما.